به نظرم از همین لحظه دیگه اقساط بیمه عمرت رو واریز نکن. اصلا چرا هزینه اضافی برای خودت ساختی؟ راستی تا الان چقدر واریز کردی؟ هر چقدر بوده دیگه کافیه. اما قبلش یه کار کوچیک انجام بده که خیالت راحت بشه. یه کاغذ سفید بردار و اسم 5 نفر رو بنویس. نفر اول در صورت از کار افتادگی تا آخر عمر بهت حقوق بده. نفر دوم در صورت نقص عضو بهت 2 میلیارد تومان بده. نفر سوم در صورت ابتلا به بیماری خاص بهت 1 میلیارد تومان بده. نفر چهارم در صورت خدای نکرده فوت به خانواده 4 میلیارد تومان بده. و نفر پنجم که 15 یا 20 سال بعد تا آخر عمر بهت مستمری کافی بده. اگر این 5 نفر امضا میکنن که به تعهدشون عمل کنن، شک نکن که واریز اقساط بیمه عمر کاملا اشتباست. اگر این 5 نفر رو نوشتی و زیرش امضا کردن که به تعهدشون عمل میکنن و خیالت از پرداختشون راحته، همین الان به من پیام بده تا برای لغو قرارداد بیمه عمرت راهنمایی کنم.